ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی چراغ هدایت مهمانی خانه های شماست. در صحبت ما استاد خواجه میرخ معاونی رئیس شورای علمای دینی ولایت حضور دارند. استاد خوش آمدید. تشکر. بیننده های ارجمند، این نوبت ما تصمیم گرفتیم در مورد رزق حلال و منفعت آن صحبتی داشته باشیم. راستی هنگام آمادگی به این موضوع به یادم همان حکمتی ولادتی حضرت نعمان ابن ثابت اساسگزار مذهب حنفیه که با نام امام اعظم مشهور هستند، پدرشان ثابت که تا فرصتی خانه‌دار شدنشان آن همان حکمتی سیبی که از جوی روان بود و آن سیب را گرفتند و فکر کردند، خواستند گزند خورند، یک دهان گزیدند و فکر به اندیشه فرو رفتند که آیا صاحب این سیب از من راضی باشد و قد جوی تا نزد آن باغی رفتند که شاخه های آن سیب بالای جوی خم بود و صاحب باغ را پیدا کردند. این قصه بسیار دور و دراز است که همین ما شما از نهایت آن میدونیم که چقدر تقوادار بودنی پدر امام اعظم را اینجا تلقیم میکند. اینجا سخن در مورد رزق حلال یافتن است و اگر همون و حتی خلاصه همین حکایه هم بران تلقیم میکند که انا همون اندیشه جستجو یا پیدا کردن رزق حلال بود که چنین فرزندان صالح و طالب علم و واقعا شخصیت های بزرگ را آن والدان روی عالم آوردند، به مثال امام اعظم نعمان ابن ثابت که اساسگزار مذهب امام مذهب حنفی باشد. استاد عزیز، چون سخن در مورد رزق حلال گفتیم، من میخواستم دین مبین اسلام در همین مورد چی گفته است برای بیننده ها و ما شرح میدادید. مرحبا. به نام الله بخشنده و مهربان، درود و رحمت خداوند به فرستاده او حضرت محمد مصطفی علیه السلام. السلام علیکم محترم بینندگان نهایت عزیز و گرامی. حقیقتا موضوعی که انشاءالله امروز ما اطراف وی صحبت میکنیم یکی از موضوعهای مهم ثابت می شود، چون که خداوند خود شارع در قرآن عظیم شان و در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم رزق حلال و منفعت در آیات‌های بسیاری ذکر کرده است و این چنین حلال را از حرام جدا کرده است. آیات‌های بسیاری است و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. از همین لحاظ یکی از فرض‌های طعام خوردن یعنی باید که طعام حلال باشد. چقدر مهم است که در طعام خوردن یک چند چیز فرض است، یک چند چیز واجب است، یک چند چیز سنت است، لیکن از جمله اولین فرض‌های طعام خوردن این رزق حلال خوردن است. در شرح همین حدیث میگن که چرا خداوند رزق حلال خوردن یکی از فرض‌های طعام خوری بیان کرد، چون که همون حلقی که همون جایی که ما طعام میخوریم از همه بزرگترین عضو بدن انسان حساب می شود. وقتی که ما با چیز طعام، با چیز حلال، اگر با رزق حلال، با نان حلال اگر زندگی کنیم، ان همون جایی که دهانی که ما دعا میکنیم و پاک میشه، دعای ما مستجاب می شود. و این چنین چطوری که یک قصه بسیار هم بزرگ بیان کرده که این درباره منفعت رزق حلال هست. ما به سیرت پیش از همه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که صاحب مذهب خود و پیش از این به سیرت امیر المؤمنین فی علم الحدیث امام بخاری نگاه میکنیم که امام بخاری هم از چنین پدر و مادری به تقوا به دنیا آمدن و این چنین شخصیت های معروف در دنیا شدن. از برای خاطر همین هم وقتی که ما به مسئولیت فرزند در گردن پدر و مادر نگاه میکنیم، یک کمین مسئولیت همین هست که پیش از همه به دنیا آمدن فرزند پدر و مادر و چیز حلال زندگی کنند تا که از قوت چیز حلال فرزندها پیدا شود و این فرزندها در عالم اسلام فرزندها برای مردم، برای ملت، برای دینشون خدمت میکردگی فرزندها شود. از برای خاطر همینم مسئولیت فرزند در گردن پدر و مادر است. اولین مسئولیت باید که پدر و مادر به چیز حلال زندگی کند، به کوچ حلال، به قوت حلال فرزند صالح به دنیا بیاید. این رو ما از سیرت چطوری که بیان کردید گذشتگان میبینیم که جمیع گذشتگان ما
بزرگان ملت ما از امام ابو حنیفه و امام بخاری و سعدی و حافظ و کمال خوجندی و تاشخوجی اسیری اگر ما نگاه کنیم همین ها از پدر و مادر به تقوا به دنیا آمدند. از این معلوم میشد است که یکمین فایده رزق حلال یعنی منفعت رزق حلال از پدر و مادر به تقوا فرزندهای نیکنام به دنیا میبیاید. دویمش یک صحابه انس ابن مالک رضی الله عنه نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با یک سوال مراجعت کرد. چون که انس ابن مالک 10 سال پای در پای در خدمت رسول الله بود. همیشه خدمت رسول الله رو میکرد. یک روز نزد پیغمبر رفته گفت یا رسول الله ادعونی ان یجعلنی الله مستجاب الدعوته. گفت ای رسول خدا من یک دعا کنید که دعا کنید در حق من که همیشه خداوند دعای من مستجاب کند. پیغمبر خدا در حق من دعا نکردن و یک چیز بزرگ تعلیم دادن. گفتن که طب کسبک تجیب دعوتک، رزقت حلال کن و محنت حلال زندگی کن، دعا همیشه مستجاب می شود. این از این معلوم میشه است که برای همین هم یکی از فرضهای طعام خوردن، این حلال یافتن، حلال خوردن، چون که این سبب قبول دعا بوده است. و این چونین ما وقتی که به سیرت گذشتگان دیگر نگاه میکنیم، یکی از همانها عبدالله ابن مبارک هستند. عبدالله ابن مبارک در همه علوم عالم، در تفسیر خود به تفسیر نگاه میکنیم، خود به علم تاریخ نگاه میکنیم، به علم سیرت، خود به علم حدیث نگاه میکنیم، خود به علم فقه میکنیم. این کس 100 سال بعد از هجرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدگی. چون که این چیزها رو وقتی که میگوییم البته این عبرت است برای همه بینندگان، برای همه ما این چیز عبرت است. و یکی از پدرشون از همین آسیای میانه هجرت میکنن به مدینه منوره. وقتی که میرن به مدینه منوره در همون مردی کور بزرگ میشتن، یکی از بزرگان همون تاجران همون وقت این کس رو برآورده در همون باغش قراول میماند، پاسبان میماند. بعد از چند سال پاسبانی کردن یک روز همون صاحب باغ مهمانها رو گرفته میبرد، میگوید که به همین پدر عبدالله ابن مبارک یعنی مبارک میگوید که شما از همون خرماهای بهترین برای ما یک خرما بیارید که ما مهمانها رو مهمانداری کنیم. این کس میروند یک خرما رو گرفته میبرن. وقتی خرما رو نزد مهمان میمونن، صاحب باغ به مهمان نگاه میکند، مهمان به صاحب باغ نگاه میکند و به پدر عبدالله ابن مبارک نگاه میکند. بعد صاحب باغ میگوید که آخر من به شما گفتم که یک خرمای بهترین بیارید، این خرمای آورده که شما از خرماهای بهترین نیست. این کس میگه که من چقدر خرمای بهترین از خرمای دیگر تر جدا کنم که تا همین من چند سال شدگی باشد که در همین جا پاسبان هستم، وظیفه من پاسبانی کردن، طعم بیرو سنجیدگی نیست، من خوردگی نیستم. هر دو هم همون مهمان ها و هم صاحب باغ در حیرت میمونن. وقتی که به خانه باز میگردن، صاحب باغ نزد همسرش میدراید، در آمده میگوید که همون شخصی که ما دایم در دعا میکردیم برای دختر ما که خداوند به یک جوان صالح به تقوا نصیب کن، امروز خداوند هوای رو برای ما نصیب کرده است، گویا که دعای ما مستجاب است. بعد از به مصلحت مشاورت کردن به همسرش رفته نزد حضرت مبارک میگوید که من شما اولیه دار هستید؟ نه اولیه دار نیستم، من یک دختر دارم، دختری مرا به زوجگی قبول کنید. این آدم خیلی در اول میگه که من یک مرد مسافر، شما یک صاحب باغ، یک تاجر، چی میگه؟ نمیگم من. وقتی که اینها رو از خانه‌دار میکنن، از چنین پدر و مادر، از حضرت مبارک و از دختری همون تاجری به تقوا یعنی عبدالله به دنیا میبیان، عبدالله ابن مبارک. از همین لحاظ یکی از بزرگ شدن فرزند به تقوا شدن فرزند، این هم پیش از همه ان همون تقوای البته پدر و مادر چیزی اساسی میبازد. و این چنین درباره رزق حلال یافتن حضرت عمر رضی الله عنه یک روز از مسجد میبرند که جوانها نشستند، در روز جمعه بود، جوانها نشستند. جوانها رو میگن که شما چرا امروز در اینجا نشسته اید؟ بعد میگن که نحن متوکلون، ما شخصی هستیم که توکل کار هستیم، توکل میکنیم، رزق یابیم میخوریم، نیابیم نمیخوریم، طلبندگی میکنیم، یک کس همینجا خیر آورده میتید. حضرت عمر در سیماشون، در رنگشون یک تغییرات پیدا میشود، میگن که انفرو، پراکنده شوید. ان الله لم ينزل من السماء ذهبا ولا فضة،
و این نشست شما رزق شما رو خداوند از آسمان نه طلا نه نقره میبارد. شما حرکت کنید، یعنی حرکت کنید که از پی کسب حلال شوید گفته و جوانها را به کسب حلال به رزق حلال ترغیب میکنه. بله تشکر. راستی به قول همون حکمت مشهور که دست به کار و دل به یار. بله. خب تشکر استاد. من میخواستم در همین مورد، چون خیلی به هر صورت شما در این مورد ذکر کردید، از اخلاق پیامبر ذکر کردید که مثلا خود معلم بشریت پیامبر دین مبین اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلام در همین مورد خودشان الگو بودند در مورد اونه که گوییم هم رزق حلال، چون زمان تو فرصتی به رسالت رسیدن و پیامبری رسیدن خوب در کسب تاجری بودند و همیشگی در مکه با نام محمد امین شهرت پیدا کرده بودند، یعنی راستگو به وعده اش گوییم وفا کننده. و انا همین خصلت ها گوییم سبب گردید که واقعا انا همین اون کس انا همین دینه برای مردم درست تلقین کرده فهمونده توانستند. و گذشته از این استاد شما در موردی گوییم آن همه قصه جوانایی که گفتیم ما توکل میکنیم کسی که آورد خیر کرد ما میخوریم نکرد میشینیم. و بوریس که یک نکته دیگری هست که امروز ما در زندگی هر روز میبینیم، طایفه هستند که طلبنده هستند، میطلبند، یعنی گوییم سائلان یعنی گدایان، آنهایی که میپرسند و میگویند که رزق ما چنین است. نظر شما و نظر دین مبین اسلام به این مسئله چگونه است؟ البته در اینجا باید که ما درک کنیم شخصی که محتاج هست، خداوند در قرآن عظیم الشان و اما السائل فلا تنهر، در قرآن عظیم الشان و پیغمبر دستور میدهد که وقتی که یک شخص محتاج هست، حقیقتا محتاج است، نزد شما یک برای یک چیز احتیاج یک چیز میپرسد و ای را شما نگردانید، ناامید نسازید، البته به وی دادن است. اما درباره طلبندگی که احتیاج ندارد و خود زندگیش میگذرد، لیکن در بالای این خود شرایط محنت کردن دارد، زحمت کردن دارد و دیگر وسیله دریافتن رزق را امکانیت دارد، اما این کار را نمیکند، طلبندگی میکند. در همین باره پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگویند که روز قیامت وقتی که انسان ها زنده میشوند، یک گروه آدم ها زنده میشوند و اینها در بدنشون پوست نیست، گوشت. از هوای ها میپرسند که اینها کدام طایفه آدم ها هستند؟ ملائکه ها میگویند که اینها آن شخص هایی هستند که در دنیا به عذر به حاجت طلبندگی میکردند، سلامتی هاشون در جاست است، کسب کردن میتوانند، امکانیت هست برای دریافتن رزق حلال، اما این کار را نکرده، دنگاسگی کرده، سهلنگاری کرده و طلبندگی مشغول میشوند. در همین باره تعلیمات جناب رسول الله چی است؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که بهترین مؤمن ها یا که مؤمن های حقیقی همان هایی هستند که خود در اصل کمبغل هستند، لیکن در مابین انسان آدم ها خود را بای نشان میدن، به احتیاج به نیاز نشان میدن، محتاج نیستن گفته یعنی نشان میدن. از همین لحاظ ما به سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم که یک روز از حضرت عایشه صدیقه ام المؤمنین پسر اسما یعنی خواهرزادشون پرسید، عبدالله ابن زبیر پرسید که ای خاله، ما میبینیم که در خصلت پیغمبر، نور پیغمبر در کوچه ها چقدر میگردن، هویدا است، همه از دیدار پیغمبر مشتاق میشوند. در خانه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زندگیشون چخیل است، زندگی معیشتشون چخیل است که ما یگان بار از پیغمبر خدا نمیبینیم که یگان چیز رو طلب کرده باشن برای من بیارید. حضرت عایشه صدیقه چی گفتن؟ گفتن که با الله قسم ماها میشود که در خانه ما برای طعام پختن یعنی آتش افروخته نمیشود. و این چنین در دوام حدیث گفتن که بعضی روزها میشود که ما دو چیز آب کتی خرما کتی روز میگذرانیم. به همین قدر بزرگی، به همین قدر عظمت اگر میدانستن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در چیزی که طلبنده جایز است و یک چخنه که میکردن تمام دنیا رو برای ویها مهیا میکردن. از برای خاطر همین هم از این معلوم شده است که طلبندگی البته این شرط و شرایط داشته است. در حالتی که
همون شخص از محنت کردن عاجز است، امکانیت ندارد، فرزندهاش بسیار هستند، حتی نطلبیده هم دین مبین اسلام برای ویها زکات فرضی را دادن خداوند فرض فرموده است. چون در قرآن عظیم شان انما الصدقات للفقراء. و این چنین و سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم اصحاب پیغمبر چطور بودند، در همین مسئله چطور بودند. البته معلوم هست که سرشوی اسلام صحابگان پیغمبر خیلی کمبغل بودند، خیلی بای نبودند، جز بعضی صحابه ها مانند حضرت عثمان رضی الله عنه، دیگر تاجرها، اینا انگشت شمار بودند. یک روز در عصر خلافتی حضرت عمر رضی الله عنه میدانستند که حضرت عمر همسایه‌شون از همه کمبغل ترین انسان بود. از بیت المال وقتی که برای صدقه می آوردن برای بیت المال، از همونجا یک گوسفند را گرفته برای خاطر همسایه‌شون فرستادن، گفتن که رفته و شاید که زندگیش مضمون است. لیکن همون صحابه محتاج بود، اما به محتاجی خود نگاه نکرده و به همسایه خود داد که شاید که همسایه من از من محتاج تر است. همین که اطراف 20-30 نفر همسایه در گرداندن، هم گوسفند آورده باز خانه خودش دادن. بعد همون چیز قبول کرده، گفت که حقیقتا من از همه محتاج ترین من خودم گفته، بعد همون گوسفند را قبول کرد. از این معلوم میشه که درباره قبول کردن صدقه این چنین هم دین مبین اسلام به اصحابش به صاحبانش دیر گفته در قرآن عظیم شان دستور میده. اما درباره شخصانی که ما میدونیم که حقیقتا احتیاج دارن، محتاج دارن، از سیرتاشون معلوم است، از همون رفتارشون معلوم است که به اونها وقتی که طلبندگی میکنند البته یک چیز دادن در کار، لیکن در بعد از دادن همون چیز منت کردن در کار نیست. ما امروز میبینیم که متاسفانه بعضی شخصیت‌های ثروتمند در وقتشون منصبدار بودن یا ثروتمند بودن، بعضی همین خیلی شخصایی که احتیاج داشتن طلبندگی میکردن، همونها رو از طلبندگی برآوردن امروز با هوای منت میکنن. چون خداوند این چیز من میکنه، میگه ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. در وقتش به یک آدم طلبنده یک چیز دادید، هوای رو از طلبندگی شما آزاد کردید، امروز که هوای شاید که ثروتمند شده است شما وای رو منت نکنید، چون که از اجر و پاداشی که برای وی کردید شما اجر و پاداش از دست میدید. بله، تشکر. یک نکته دیگری که ادامه منطقه همین سخن شما استاد میگن که انمون سائلان یا گدای هایی که مثلا طلبنده هایی که چیزی طلب میکنن مبلغ یا چیزی، گوه دیگران در ویش میگن که به رزقش خدا همین خیلی کرده موندگی، همین چه فهمیم استاد؟ البته رزق خداوند در قرآن عظیم شان چطوری که گفتیم راه های پیدا کردن رزق بیان میکند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به اصحاب خود صحابگان دستور میدادند که راههای پیدا کردن رزق الحلال بین و الحرام بین. گفته یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که چیزهایی که حلال هستند راه جستجوی ویها را شریعت دستور داده است و چیزهایی که حرام هستند از دریافتن و از حرکت کردن ویها این چیز خداوند منع کرده است. اکنون درباره شخصیت هایی که به همین راه رزق می‌یابند، اکنون رزق من همین هست گفته به این طلبندگی مشغول شدن، البته این گناه کبیره است. چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که صحابگان کباری که نو به بلاغت می رسیدند، حتی جوان بودند، لیکن جوانانی که گرچنده که سنشون 10-12 ساله که 15 ساله هم که باشد قدرت محنت کردن می توانستند، به همونها دستور می دادن که تو غیر از ای جوان مسلمان، تو امروز به این بازوی توانایید از بعضی کارها برآمده می توانید. به همونها تعلیم دادن رزق حلال می نگفتن که نمیگفتن که تو جوان هستی ها از دست از چیزی نمی بیاد، پدر و مادرت از دنیا گذشتگی هستن رفته طلبندگی که گفته طلبندگی کردن این رزق دانستن از نگاه اسلام ممنوع است. این ممنوع است، این رزق من همین است، بلکه خداوند لکل مجتهد نصیب. پیغمبر خدا میگن که خداوند از برای هر یک شخصی که حرکت میکند البته به نصیبش میدهد.
البته کدام کاری که حرکت میکنند اوای به نصیبه نمیماند، چون که لکل مجتهد نصیب گفته وعده کرده است. از برای خاطر همینم البته وقتی که ما به تعلیمات مبین اسلام نگاه میکنیم، یکی از حلال یافتن و مهنت حق یافتن، جمیع پیغمبرها رو سیرتاشون ما نگاه میکنیم، پیغمبرهای خدا همهاشون مهنت شده که درباره پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته که کسی تاجر بوده، غیر از این هم اینقدر پیش از پیغمبریشون چوپان بودن. وقتی همراه همون مادر رضاعشون فرزندهای ابو کبشه که در رضاعی هوای بودن، همراه فرزندهای هوای مالپایی میکردن. از حضرت موسی سر کرده تا جمیع پیغمبرها جمیعشان یعنی مالپایی میکردن، چوپانی میکردن، کاسبی میکردن. یک قصه دیگر پیغمبرها ما بینیم، حضرت داوود، حضرت سلیمان، دیگر پیغمبرها همشون کاسب و یعنی تاجر بودن. از همین لحاظ یعنی دین مبین اسلام این به خیر و صدقات طلب کردن یا که به طلب بندگی عادت کردن مردم ها رو این چیز البته منع میسازد. بله تشکر. یک نکته بسیار مهم اینجا ذکر کردی در موردی چون توانی بازو داری، چون بازوهایت قوه دارن، باید مهنتی دستان کنیم. ما یک اندیشه هست که در پیدا کردن رزق حلال باید مهنتی دستان و صدق و اخلاص نیز باید باشد. بله حقیقتا در همین باره یک چند چیزها هست که سببی برای پیدا شدن رزق انسان یعنی کمک میکنند. از برای خاطر همین یکمش همین که انما الاعمال بالنیات، یک کس یک کار که سر کرد شروع کرد یک کسب، البته در باید دو چیز باید که رعایت کنند. یکمش صدق، دومش اخلاص، باوره که همین کار چون که میشود. الله سبحانه و تعالی خودش وعده کرده است شخصایی که با چنین شرط ها عمل ها رصد میکنن، کسب میکنن، طلب رزق حلال میکنن، البته طلب های ویها رو ما قانع میگردونیم. در همین باره غیر از این باز چیزهای دیگر هست که برای خاطر یعنی در یافتن رزق حلال به انسان ها کمک میکنن. غیر از اخلاص، نیت، اجتهاد با چیزهای دیگر هم هست. در همین باره پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم 4 چیز بیان میکنن. یکمش دعا. یک روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نماز می‌دارن که در نماز یکی از صحابگان جلیل پیش از نماز بامداد در مسجد نشسته است. پیغمبر خدا میگن که چی چیز تو را این با وقتی به مسجد آورد؟ و میگوید که صحابی جلیل که یا رسول الله رزقم تنگ شده ساده است، قرضدار شدم، آمدم در همین مسجد شاید که اون سبب آسان شدن رزق من از شما پرسم که خداوند برای من کمک کند. پیغمبر خدا میگن که البته تو حرکت میکنی، حرکت کرده ساده، شرط های طلب رزق، صدق، راسته، اخلاص، باوره، این چیزها رو بجا آورده. در بالای این میگن تو دعا کن. گفته یک دعای بزرگ بسیار تعلیم میده. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذل الدین و قهر الرجال. گفته همین دعا رو تعلیم میده. پروردگار رو از خدا صدقاً پرس که تو از همین مشقت روزگار به آسانیت رواج کار، به آسانی دریافتن رزق حلال، از قرضداری نجات گفته از خداوند صدقاً پرس. و دیگر سببی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که برای خاطر دریافتن رزق حلال کمک میکنند، این هم باشد که یک کلمه است در قرآن که استغفارن بخشایش گناه از خداوند پرسیدن. در همین باره یک قصه هم میبرن، قصه حضرت نوح علیه السلام خداوند در قرآن ذکر میکنه. وقتی که حضرت نوح قومشون مراجعت کردن گفتن که فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. چقدر که گناه هم که داشته باشید پروردگار مهربان است، گناهاتون رو میبخشد، ناامید نشوید، رزقاتون رو وسیع میکند. یکی از سبب‌های تنگ شدن رزق انسان این گناه بوده است. گناه بوده است. بدبینی، بخل، بخیلگی، حسد، این سبب تنگ شدن رزق بوده است. اکنون عکس همینه حضرت نوح به قومشون بیان کردن که شما امروز قوم من تنگ دست هستید. امروز شما میدونید که تنگ دستی شما از چی است؟ یعنی شما از سبب به همدیگر عداوت و بخل و بخیلگی داشتناتون، گناه کردناتون خداوند رزق شما را تنگ کرده است. اکنون میخواهید که رزقاتون فرا شود، شما منو گوش کنید. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفار یرسل السماء علیکم مدرارا. حضرت نوح گفتن که
وقتی که شما استغفر الله العظیم پروردگارا همین گناههای ما را بخش کرده از خدا طلب کنید، گناهاتون میبخشد. غیر از این از سبب بخشیدن گناه بخشایش گناهاتون رزقهای شما را فراوان میکند. از برای شما ابرها میدهد، از سبب آن ابرها یعنی باران میریزد و از سبب باران رزق شما وسیع میشود گفته حضرت نوح تعالی. این دویمش. سومش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که این از خدا ترسیدن، خدا ترسی کردن. اخلاص، حرکت، اجتهاد یکم. دویمش از خداوند بخشایش گناه پرسیدن. سومش از خدا ترسیدن. از خدا ترسیدن وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هر یک سخنی که میگفتن البته با یک از دلیل های از قرآن یا که به واسطه جبرئیل یگون وحی بیان میکنن. در همین باره پیغمبر خدا گفتن که خداوند در چند جای قرآن میگوید که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا. خداوند در قرآن عظیم شان میگه که اگر اهل دیار، اهل قشلاق خواهد که رزقش وسیع میشود چیکار کند؟ از خدا ترسد. از خدا ترسد، گفته خداوند کند، از نکن گفته خداوند دست کشد، خداوند به چون میکنه رزقش وسیع میکنه، درهای آسمان و زمین میشه. لیکن در دوام آیت خداوند چی میگه؟ ولکن کذبوا. بعضی هاشون میگه دروغ میگوین. گفته قصه امتهای گذشته رو بیان میکنه که از سبب چقدر گناههای زشت و معصیت وایها خداوند رزقهای وایها رو تنگ کرد، نگرویدن. بعد از تنگ کردن رزقشون وایها رو به هلاکت رساند. چهارمین چیزی که پیغمبر خدا تعلیم میدن که برای خاطر وسیع شدن رزق حلال میگن که این درباره نفقه کردن به محتاجان، خیر و صدقه. چون خداوند در یک حدیث قدسی گفته است که ينفق علیک. وقتی که تو کم هم چیز هم که داشته باشی و میدونی که از خودت یک محتاجتر انسان است، تو از برای هوای نفقه کنی، از برای تو خداوند از دیگر جا یک منفعت، یک نفقه کلان میرساند. گفته اینها اسبابهای برای وسیع شدن رزق انسان انشاءالله طبق آیات های قرآن و حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. تشکر زیاد استاد. تشکر برای واقعا شرح بسیار پرمحتوا و پرمضمون این موضوع. و در انجام من میخواستم از نتیجه این صحبت امروز یک خلاصه گیری نتیجه گیری میکردیم در مورد آنی که در آغاز گفتید که واقعا در تلقین رزق حلال یافتن پیش از همه نقش والدان بسیار مهم است. چون فرزندان رو از خردی کلام میکنیم، خود ما پیش از همه برای اونها الگو نمونه باشیم. ما خودمان همیشه کوشش کنیم که رزق حلال پیدا کنیم و این مهنتی حلال ما رو فرزندانمان باید ببینن و چون کلام میشوند به وای میرسند ان همون راهی که ما انتخاب کردیم ان همون راه رو نیز پیدا خواهند کرد. من میخواستم موضوع امروز رو خلاص نتیجه گیری میکنم. حقیقتا یک چیزی همین عادی حاضر یک چیز ما مشاهده کنیم. البته که مرکزی شورای علمای دین ولایت در همون مرکزی شهر هست، میبینیم بعضی سوال ها بسیار هم جنایت ها، شاید که گناه ها، شاید که پاشخوری همون عائله یا که عداوت بین خویش و توارها یک چیز مشاهده میکنید از همون شخصایی هست که در وقتش به همین چیز به حلال و پاکیزه خورانیدن فرزندها اهمیت دادگی نیستن. چیزی که گفتن خداهاشون ثروتمند هستن، پول گفتن پول آورده دادن، ماشین گفتن ماشین گفتن، اما من زحمت نکرده به مفت و یک چیز مفت فرزندها را یعنی چا کردن تربیه کرد. امروز وای فرزندها وقتی که به همین چیز که عادت کرد وای ها البته از این عادت ترک عادت امر محال میگون، از این عادت خود دست کشیدنشون قشقین تر. از برای خاطر همینم تعلیمات مبین اسلام یا که گذشتگان بزرگان ما در خود خصوصا در صاحب مذهب ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کتاب‌های فقه و در باب معاملات، در باب تجارت یا که خصوصا همون امام ابو یوسف رحمت الله علیه از همه شاگرد به قوت ترین امام ابو حنیفه یک استادش میگن که شما درباره خدا ترسی تقوا یگون کتاب نویسید. و یک کس میگن که من این جوانها و همون جوانها که یوش هستن برای انهوای ها به هر یک پدر و مادر یک کتاب نویسن. نام کتاب یعنی بیع است. اگر به همون تجارت حلال بیع پدر و مادر
اطاعت کرده فرزندان خود از همون کتاب تجارت حلال که من آموزانیدم درس دادم به هوای عمل کنند، بهترین کتاب تقوا است. از برای خاطر همینم امروز الحمدلله در جامعه ما همه طرف گشاده، بازارهای بسیار تجارت وسیع است، خصوصا جوانها. از همین لحاظ گفتنی هستیم که اون تاجران بزرگی که امروز صاحب هستند، ثروتمند هستند، پیش از همه بین خودشان بین الله تجارت کنند. تجارت بنده به الله چی می شود؟ فرزندانشان از چیز حرام خوردن نگاه دارند. ما در سرسوی موضوع گفتیم که با قوت حلال، با کوچ حلال فرزند به دنیا بیاد چقدر منفعت داشته است. حال آنکه وای که با مهنت حلال تربیت کردن، این چقدر یعنی منفعت داره. از برای خاطر همینم البته فرزند امانت خداوند در گردن پدر و مادر است. همون پدر و مادر باید که فرزند باید که به همون اخلاق حمیده که گذشتگان ما، بابایان ما، اجدادان ما، بزرگان ما در اشعارهای خود ذکر میکنن، ان همین طور باید وی تربیت کنن، چون که پگاه الله سبحانه و تعالی حتما میپرسد کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. خداوند از هر یک پدر و مادر درباره تعلیم دادن فرزند برای دریافتن رزق حلال، حلال و حلال کاری، راستگویی و صادقه، از همین چیزها حتما پدر و مادر خداوند میپرسند که تو به فرزندت همین چیزها رو تعلیم دادی یا نه. شکری زیاد استاد برای اشتراک و شرح این موضوع. و بیننده های ارجمند، در انجام من دیگر چیزی علاوه نمیکنم به خاطر آن که خود گفته های استاد علاقه یک بسیار یک درس خوب برای آنهایی که واقعا صاحب تفکر هستند. این برنامه چراغ هدایت بود. تا برنامه نوبتی خانه‌تان آباد باشد.